حتما شما هم راجع به جنجالی ترین فیش حقوقی یکی از کارمندای بانک شنیدین. کسی که ماهیانه 92 میلیون حقوق میگیره و یک وام 4 میلیارد و 500 داره با بازپرداخت بلند مدت. بریم ببینیم کارمندای بانک چقدر حقوق میگیرن. بچه‌ها ما یک گزارش خیلی جامع از حقوق کارمندای بانک جمع آوری کردیم. بریم ببینیم کدوم بانک بیشترین حقوق به کارمنداش میده. بانک پاسارگاد، بانک خصوصی که ماهیانه 37 میلیون داره به کارمنداش حقوق میده. مورد بعدی بانک پارسیانه با 35 میلیون، بانک سامان با 34 میلیون که اکثرا با بلو بانک میشناسیمش و کارآفرین با 33 میلیون. رتبه اول تا چهارم برای بانک‌های خصوصیه و بانک‌های دولتی کمتر از بانک‌های خصوصی حقوق میدن که از رتبه 4 به بعد توی لیست جای گرفت. اینجا هم میتونید نقاط قوت بانک‌ها، امتیاز از 10 و رتبهشون رو ببینید. و ما کارمندای عادی هم منتظریم اول ماه بشه که حقوق 14 تومانیمون رو بگیریم و باهاش قسطامون رو بتونیم بدیم. بچه‌ها حمایت شما باعث دلگرمی و انگیزه ماست.